سلام و وقت بخیر به شنوندگان عزیز کانال قصه های شب. امروز یک حکایت زیبا از مثنوی مولانا براتون انتخاب کردم. قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو فشار بدید تا قبل از همه از داستانهای جدید ما با اطلاع بشید. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. روزی بود و روزگاری بود، در شهری مثل همه شهرها بازاری بود. توی این بازار بقالی بود که کار و کاسبیش عالی بود. این بقال داخل دکانش یک توتی داشت، یک توتی زیبا و سخنگو که یک دوست خوب بود برای بقال. در دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای توتیان حاذق بودی. القصه توتی بقال آنقدر زیرک بود که در نبودن بقال از دکان مواظبت می کرد. با مشتریان صحبت می کرد و مردم او را بسیار دوست داشتند. وجود توتی در دکان بقال باعث شده بود مشتریان بقال بیشتر و بیشتر شوند و وضع کار و کاسبی بقال روز به روز بهتر و بهتر می شد تا اینکه روزی بقال برای خوردن ناهار به منزل رفت. توتی در دکان تنها ماند. حوصله‌اش سر رفته بود. لحظه ای آواز خواند و خجسته شد و منقارش برای لحظه ای بسته شد. تصمیم گرفت در دکان کمی بازی کند و شروع کرد به جست و خیز. اول روی میز پرید و بعد شروع کرد به پرواز کردن لابلای شیشه های سرکه و روغن و چیزهای دیگر. اما ناگهان اتفاقی که نباید بیفتد افتاد. گوشه بالش در هنگام پرواز به شیشه روغن خورد و شیشه از روی میز افتاد. توتی در دلش گفت ای داد و بیداد، ولی داد و فغان چاره کار نبود. چون افتادن شیشه روغن همان بود و شکستن همان. روغن همه جای کف دکان را گرفته بود. توتی حیران در گوشه ای ماند. دیگر نه حرفی زد و نه شعری خواند تا اینکه ساعتی دیگر از سوی دکان بیامد خواجه اش. بر دکان بنشست فارغ خواجه وش. دید پر روغن دکان و جامه چرب، بر سرش زد گشت توتی کل ز ضرب. آری بقال بر سر توتی زیرک قصه ما ضربه ای زد که توتی از آن ضرب کچل شد. اما کار به همین بسنده نکرد. توتی بیچاره از آن ضرب هم کچل شد هم لال. بقال از کرده خود پشیمان شد، رفت و از توتی خود عذرخواهی کرد تا بلکه زبان باز کند و آوازی بخواند. ولی اگر از سنگ صدا در آمد توتی هم به سخن می آمد. هر وقت بقال می خواست توتی را نوازش کند او سر بر می گرداند، ساکت و خاموش در گوشه ای می ماند. توتی دیگر نه حرف می زد و نه شعر می خواند. بقال خیال می کرد توتیش ترسیده و بعداً حتما زبان باز می کند. روزکی چندی سخن کوتاه کرد. مرد بقال از ندامت آه کرد. ریش بر می کند و می گفت ای دریغ، کافتاب نعمتم شد زیر میغ. دست من بشکسته بودی آن زمان، که زدم من بر سر آن خوش زبان. القصه بقال بر سر و صورت خود می زد و از اینکه توتیش را آزرده ناراحت بود. البته حق هم داشت ناراحت باشد، چون به خاطر یک شیشه روغن تیشه به ریشه کاسبی خود زده بود و کاسبی او حسابی کساد شده بود. بقال دست به دعا برداشته بود و نذر و نیاز فراوان کرد که توتیش
لب به سخن باز کند و کار و کاسبیش دوباره رونق بگیرد. هر کاری که می توانست کرد، اما تأثیری نداشت. القصه آن روز مردی پشمینه پوش با سری برهنه و تاس از در دکان می گذشت که داخل دکان شد و ناگهان نطق طوطی باز شد. جولقی سربرهنه می گذشت با سری بیمو چو پشت تاس و تشت. آمدن در گفت طوطی آن زمان، بانگ بر درویش زد چون عاقلان. کز چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ بقال خوشحال از این که طوطی دوباره زبانش باز شده بود، چشم به منقار طوطی داشت و از نطق طوطی به خنده افتاده بود و حکایت را برای درویش نقل کرد. بیچاره طوطی گمان کرده بود هر کس که تاس است لابد شیشه روغن را شکسته است و از صاحبش کتک خورده و تاس شده است و برای همین گمان اشتباه طوطی است که میگویند کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر. آن یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه. آن یکی شیر است که آدم میخورد، وان یکی شیر است که آدم میدرد. سلام به شنوندگان عزیزم. امروز هم با یک حکایت زیبا در خدمتتون هستم. اگر حکایت رو دوست داشتید حتما از کانال ما دیدن کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا داستانهای روز ایران و جهان رو بشنوید. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حکایت نقد حال ماستان. آوردند که صبح روزی از روزها حضرت سلیمان نبی در سرای خود نشسته بود که ناگاه مردی از در آمد و سلام کرد و چنگ در دامان حضرت سلیمان انداخت و گفت یا سلیمان نبی به فریادم برس. حضرت سلیمان با حیرت به چهره آن مرد نگریست و در دل گفت این مرد کیست و صبح به این زودی با من چه کار دارد؟ حتما ظلمی از ظالمی بر او رسیده و اکنون برای دادخواهی نزد من آمده است، یا شاید بی پناهی است و در پی پناهی نزد من آمده است. چهره مرد پریشان بود و ترسان و لرزان به نظر می رسید. حضرت سلیمان از او پرسید تو کیستی ای مرد؟ چهره‌ات چرا زرد و پریشان است؟ از چه چیز اینقدر رنجور و ترسانی؟ مرد پریشان گفت به فریادم رس ای نبی خدا که جانم در خطر است. به من بنگر و حال نزار مرا ببین. در سینه‌ام غم بزرگی دارم و هیچ غمخواری ندارم. سلیمان با دقت بیشتری به مرد پریشان نگریست. او راست می گفت. رویش از غم زرد بود و هر دو لبش کبود. چشمانش از ترس گرد شده بود و می‌خواست از حدقه به در آید. هر لحظه ممکن بود زندگانی وی به سر آید. دل سلیمان به درد آمد. نگاهش را بر او دوخت و پرسید ای مرد چرا به این حالی؟ چه بر سر تو آمده که چنین ترسان و لرزانی؟ چرا این چنین پریشانی؟ مرد دامان حضرت سلیمان را رها کرد و گفت عزراییل بر من این چنین یک نظر انداخت پر از خشم و کین. مرد به گریه در آمد و ادامه داد آری ای سلیمان نبی، همان یک نگاه خشمگین آتش بر خرمن هستیم زد و من چنین بیمار و رنجور شدم. سلیمان با تعجب نگاهی به آن مرد انداخت و گفت بسیار خوب، روشن‌تر حرف بزن و برایم بگو چگونه عزراییل را دیدی و آیا او چیزی هم به تو گفت یا نه؟ مرد گفت نه چیزی نگفت. من داشتم در راه می گذشتم که ناگاه چشمم به عزراییل افتاد. بسیار خشمگین بود و با خشم به من می نگریست. چنان ترسی در دلم افتاد که چون باد از آنجا گریختم. لحظه ای هم درنگ نکردم و یک راست نزد تو آمدم برای طلب یاری ای سلیمان. حضرت سلیمان پرسید حال بگو بدانم چه کاری از دست من برمی آید ای مرد؟ تو می دانی که چه باید کرد. از من چه می خواهی بگو؟ مرد گفت ای سلیمان نبی، زندگی من اینک در دستان توست. من می دانم که باد به فرمان توست. از تو خواهش می کنم تا به باد فرمان دهی تا مرا از اینجا به هندوستان ببرد.
شاید بتوانم جان سالم به در برم. حضرت سلیمان لحظه‌ای به فکر فرو رفت. سپس به سوی مرد آمد و گفت باشد، من میپذیرم، به تو یاری میدهم و باد را در اختیار تو میگذارم تا تو را به هندوستان ببرد. باد را فرمود تا او را شتاب، برد سوی قهر هندوستان براب. روز دیگر وقت دیوان و لقا، پس سلیمان گفت عزراییل را، کان مسلمان را به خشم از بهر آن، بنگریدی تا شد آواره ز خوان. گفت من از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر. که مرا فرمود حق که امروز هان، جان او را تو به هندستان ستان. القصه آن روز گذشت و دیگر روز حضرت سلیمان جناب عزراییل را دید و گفت این چه کاری است که با بندگان خدا می کنی؟ چرا بر ایشان نگاه پرخشم و کین می کنی؟ عزراییل با تعجب پرسید من بر مردمان نگاه پر از خشم و کین می کنم؟ بگو بدانم موضوع چیست ای سلیمان نبی؟ حضرت سلیمان گفت دیروز مرد بیچاره ای را ترسانده ای. او آمده بود پیش من با چهره ای زرد و حالی پریشان و ترسان می گفت عزراییل بر من نگاهی خشمگین انداخته و من چنین زار و پریشان گشته‌ام. عزراییل سری تکان داد و گفت حال فهمیدم کدام مرد را میگویی. آری من دیروز آن مرد را دیدم. سلیمان گفت آری او نیز میگفت که تو را در راه دیده است و تو ناگاه برگشته ای و با خشم و کین به او نگاه کرده ای. عزراییل گفت از خشم نه، بلکه با تعجب به او نگاه کردم. سلیمان گفت چرا از تعجب؟ عزراییل گفت نگاه من با خشم نبود، بلکه از روی حیرت و تعجب به او نگریستم، آن هم فقط یک نظر. حضرت سلیمان پرسید تعجب چرا؟ جناب عزراییل گفت از جانب حق فرمان رسیده بود که جان آن مرد را پایان همان روز در هندوستان بگیرم. تعجبم از این بود که چطور ممکن است جان این مرد را چند ساعت بعد در هندوستان بگیرم، او که در این مدت کوتاه که نمیتواند به هندوستان برود. آری این چنین بود که تعجب کردم و حضرت سلیمان داستان را برای جناب عزراییل بازگو کرد. از عجب گفتم گر او را صد پرست، او به هندوستان شدن دوراندر است. تو همه کار جهان را همچنین کن قیاس و چشم بگشا و ببین. از که بگریزیم از خود ای محال، از که برباییم از حق ای وبال. سلام به دوستان عزیزم. امروز هم با یک حکایت زیبا در خدمتتون هستم. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان. روزی بود و روزگاری بود، در شهری بازرگانی بود ثروتمند که صاحب غلامان و کنیزان بسیار بود. این بازرگان یک طوطی زیبا داشت، یک طوطی شکر و خوش زبان. بازرگان طوطیش را در قفس کرده بود، هر روز با او گرم صحبت می شد و از این کار لذت می برد. او طوطیش را بسیار دوست می داشت و تحمل دوری او را نداشت. اما به اجبار تجارت می بایست مدتی از طوطی محبوبش دور شود. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندستان شدن آغاز کرد. بازرگان قصه ما بسیار ثروتمند و سخاوتمند بود و هر بار که به سفری می رفت، برای غلامان و کنیزکان خود نیز سوغاتی می آورد و آنها را شاد می کرد. آن روز هم هر غلام و هر کنیزک راز جود گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. بازرگان که طوطی را بسیار دوست می داشت، باید برای او هم یک سوغاتی گرانبها می آورد. اما نمی دانست برای طوطی زیبایش چه بیاورد. پس گفت طوطی را چه خواهی ارمغان، کارمد از خطه هندوستان. گفت آن طوطی که آنجا طوطیان، چون ببینی کن ز حال ما بیان.
کان فلان طوطی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. القصه طوطی ادامه داد. قبل از اینکه بقیه داستان رو بگم، حالا که تا اینجا اومدید کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایکاتون به ما انرژی بدید. القصه طوطی ادامه داد که ای بازرگان مهربان و ای دوست همزبان، سلام مرا به طوطیان هندوستان برسان و از آنها چاره دلتنگی مرا بپرس که بسیار دلتنگم. به آنها بگو این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزه گاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. خلاصه از آنها گله کن که چرا یادی از این دوست دلتنگ خود نمی کنند. بازرگان قول داد که سلام طوطی خود را به طوطیان هندوستان برساند و پیغامش را برای آنها بازگو کند. القصه بازرگان راهی شد، چند شب و چند روز در راه بود که بالاخره به خطه هندوستان رسید. در راه ناگهان چشمش به دسته طوطی ها افتاد که بر روی شاخه درختان در حال جست و خیز و بازی بودند. افسار اسبش را کشید و پیاده شد. نزدیک طوطی ها شد و سلام طوطی خود را رساند و پیغام طوطی را بازگو کرد. طوطی ها پس از شنیدن پیغام ساکت شدند و بازرگان ناگهان دید که طوطی زان طوطیان لرزید بس، اوفتاد و مرد و بگسستش نفس. بازرگان از دیدن آن صحنه متعجب و حیران و ناراحت شد. خیال کرد که آن طوطی شاید از بستگان طوطیش بوده که با شنیدن خبر دلتنگی طوطی در دم جان داده. آفرین بر این مهر و دوستی. بازرگان بی آنکه پاسخ سؤال طوطیش را بگیرد، ناراحت و متعجب از دسته طوطیان دور شد و بر اسبش سوار شد و در فکر اتفاق به راه افتاد و با خود فکر می کرد. چه خوب می شد که محبت بین آدمیان نیز این چنین می بود. به راستی که هر بلایی که بر سر آدم می آید از زبان اوست. کاش می شد که جلوی زبانم را بگیرم تا آن طوطی بیچاره آنجور از غم نمی مرد. این زبان چون سنگ و هم آهنوش است، وان چه بجهد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گه از روی لاف. زان که تاریکیست و هر سو پنبه زار، در میان پنبه چون باشد شرار. القصه بازرگان پس از انجام کارهای تجاری خود به سوی خانه خیش بازگشت. بازرگان که سوغاتی‌های غلامان و کنیزکان خود را داد، یاد طوطیش افتاد. با شرمندگی پیش طوطیش رفت، چون که نتوانسته بود هیچ ارمغانی برای او بیاورد. گفت طوطی ارمغان بنده کو، آنچه گفتی آنچه دیدی بازگو. بازرگان از شرم سرخ شد و سرش را به زیر انداخت و با ناراحتی گفت ای طوطی زیبایم، ای دوست خوبم، من شرمنده‌ام و پشیمان از پیغامی که به دوستانت دادم. گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست؟ چیست کان کین خشم و غم را مقتضی است؟ بازرگان چنان ناراحت بود که نمی توانست حرف بزند. نمی دانست چگونه خبر مردن دوستش را به او بدهد. طوطی که او را ساکت دید گفت چه شده ای خواجه، به من بگو. بازرگان سرش را بلند کرد و با ناراحتی گفت گفتمان شکایت های تو با گروهی طوطیان همتای تو. آن یکی طوطی ز دردت بوی برد، زهره‌اش بدرید و بلرزید و بمرد. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. نکته‌ای چون جست ناگه از زبان، همچو تیری وان که جست از آن کمان. القصه بازرگان چون همه چیز را برای طوطی بازگو کرد، طوطی لحظه‌ای کوتاه به فکر فرو رفت. بازرگان پیش رفت و او را دلداری داد، ولی ناگهان حال طوطی دگرگون شد و مانند آن طوطی شروع کرد به لرزیدن و افتاد و مرد. خواجه چون دیدش فتاده همچنین، برجهید و زد کله را بر زمین. چون بدین رنگ و بدین حالش بدید، خواجه در جست و گریبان را درید. القصه بازرگان
گریان و نالان در غم طوطی بر سر و صورت خیش میزد و با صدای سوزناک از غم طوطیش شروع به خواندن کرد. ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من. بازرگان می‌خواند و می‌گریست و خود را ملامت می‌کرد که چرا جلوی زبان خود را نگرفته است، چرا از مرگ آن طوطی در هندوستان عبرت نگرفته است و طوطی همدم و همراز خود را نیز به کشتن داده است. ای زبان تو بس زیانی مرمرا، چون تویی گویا بگویم من تو را. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش بر این خرمن زنی. در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هرچه گوییش آن می کند. ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم رنج بی درمان تویی. القصه بازرگان وقتی از گریه و زاری خسته شد و دریافت که گریه و زاری دیگر چاره کار نیست، جسم بیجان طوطیش را از قفس بیرون آورد و از پنجره اتاق به باغ انداخت. طوطی اما بر زمین نیفتاده، بلکه وقتی از پنجره بیرون انداخته شد در هوا پرواز کرد و رفت و روی شاخه بیدی سرسبز نشست. طوطی مرده چنان پرواز کرد که آفتاب شرق ترکی ناز کرد. بازرگان که دهانش از تعجب باز مانده بود و در حیرت ماجرا مانده بود، روی بالا کرد و گفت ای عندلیب، از بیان حال خود مان ده نصیب. او چه کرد آنجا که تو آموختی، ساختی مکری و ما را سوختی. طوطی که از آن آزادی به وجد آمده بود خنده‌ای بلند سر داد و گفت ای بازرگان، دوست من در هندوستان پاسخ سؤال مرا خیلی خوب و ماهرانه داده بود، اما تو متوجه نشدی. با نمایش ساده در برابر چشمان تو راه فرار از قفس را به من آموخت. گفت طوطی کو به فعلم پند داد که رها کن لطف آواز و وداد. زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شد چون من که تا یابی خلاص. دانه باشی مرغکانت برچنند، غنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، غنچه پنهان کن گیاه بام شو. آن که غافل بود از کشت و بهار، او چه داند قیمت این روزگار. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. القصه طوطی گفت آری ای خواجه، دوستم با این کار به من آموخت که چگونه از قفس خود را نجات دهم و من نیز چنین کنم. حال ای خواجه به خاطر لطف و محبتت به تو چند پند می دهم و می روم. بازرگان به طوطی خوش سخن گوش می داد و طوطی می گفت و می گفت. یک دو پندش داد طوطی بی نفاق، بعد از آن گفتش سلام و الفراق. خواجه گفتش فی امان الله، برو مرمرا اکنون نمودی راه نو. خواجه با خود گفت کین پند من است، راه او گیرم که این ره روشن است. جان من کمتر ز طوطی کی بود، جان چنین باید که نیکو پی بود. سلام به شنوندگان عزیزم. امروز هم یک حکایت زیبا براتون انتخاب کردم. حکایت امروز یک حکایت زیبا از مولاناست. امیدوارم که داستان رو دوست داشته باشید و با سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان. روزی بود و روزگاری بود، در جایی از این دنیای بزرگ دشتی بود و توی این دشت بزرگ مرغزاری بود. در این دشت بزرگ جانوران زیادی به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی می کردند. جانورانی چون گوزن و آهو، روباه و شغال، موش و خرگوش، پرنده و چرنده و خزنده. جانوران خوشبخت دشت زیبا روزگار را به خوبی و خوشی می گذراندند. اما از بد حادثه شیری درنده به دشت زیبا آمد و بر تخت شاهی نشست و خوشی همزمان از دشت خرم و سرسبز رخت بربست. شیر هر روز عزم شکار می کرد
و یکی از اهالی دشت زیبا را شکار می‌کرد و می‌خورد. پس از مدتی جانوران از ظلم شیر به ستوه آمدند، برای همین گرد هم آمدند تا چاره‌ای بیندیشند. برای همین گروهی از حیوانات را به عنوان نماینده انتخاب کردند و نزد سلطان فرستادند. نماینده ها خدمت شیر زورگو که حالا پادشاه دشت زیبا شده بود رسیدند. سلام کردند و گفتند: ای شیر قوی پنجه، ای که از ببر و پلنگ و گرگ قوی تری، ای سلطان قوی پنجه سترگ، از شما عاجزانه خواهش می‌کنیم از این پس به ما حمله نکنی. شیر غرید و با لحنی تمسخرآمیز و با خنده گفت: که شما حیوانات پست و ضعیف چقدر احمقید. چطور گستاخانه این درخواست را می کنید؟ انتظار دارید من به خاطر شما از گرسنگی بمیرم؟ یکی از جانوران ترسان و لرزان جلو آمد و گفت: نه قربان، ما چنین جسارتی نکردیم. منظور ما این است که پادشاه قدر قدرتی چون شما نباید به خاطر غذا خود را به زحمت بیندازد. مگر فراموش کرده اید که شما پادشاه ما هستید؟ شیر با تعجب گوشهایش را تیز کرد و پرسید: چه می‌خواهید بگویید؟ روشن‌تر حرف بزنید تا بدانم منظورتان چیست. جانور دیگری با ترس فراوان جلو آمد و گفت: قربان، هر ساعت و هر دم که شما اراده کردید ما خودمان غذای شما را فراهم می‌کنیم. ما همگی با افتخار برای شما حاضریم از جان خود بگذریم. جانور دیگری گفت: آری قربانت گردم، ما هر روز به قید قرعه جانوری را به سوی شما روانه می‌کنیم تا شما بی هیچ زحمتی بخورید و سیر شوید. شیر به فکر فرو رفت و لحظه‌ای بعد گفت: بسیار خوب، فکر خوبی است. پس من دیگر برای غذا خوردن به زحمت نمی‌افتم. پس با هم قرار گذاشتند که چنین کنند. جانور دیگری گفت: قربان، این کار یک حسن دیگر هم دارد. شیر پرسید: چه حسنی دارد؟ گفت: اگر شما وقت و بی وقت به جانوران حمله کنید می‌ترسند و گوشت تنشان می‌ریزد، اما اگر این کار را نکنید شما همیشه می‌توانید جانوران چاق و چله بخورید. شیر پذیرفت و گفت: قبول کردم، اما اگر به قول خود عمل نکنید باز به شما حمله می‌کنم. پس حقه‌ای در کار نباشد. و آنها قول دادند که هر روز روزی شیر را برایش بفرستند. عهدها کردند با شیر ژیان کاندر این بیعت نیفتد در زیان. قسم هر روزش بیاید بی جگر، حاجتش نبود تقاضایی دگر. قرعه به هر که فتادی روز روز، سوی آن شیر او دویدی همچو یوز. القصه: از آن روز جانوران بین خود قرعه کشی می کردند و قرعه به نام هر کس که می افتاد او را نزد شیر روانه می کردند تا خورده شود. چند ماهی گذشت و هر روز جانوری قربانی شیر قوی پنجه می شد تا اینکه روزی قرعه به نام خرگوش افتاد. چون به خرگوش آمد این ساغر به دور، بانگ زد خرگوش که آخر چند جور. القصه: خرگوش باهوش از رفتن سر باز زد و گفت: من به نزد شیر نمی روم. نمی خواهم طعمه آن شیر ظالم شوم. دوستانش با ترس و لرز شروع به پند دادن به خرگوش زیرک کردند. قوم گفتندش که چندین گاه ما جان فدا کردیم در عهد و وفا. تو مجو بدنامی ما ای کنود، تا نرنجد شیر رو رو زود زود. بله عزیزان، خرگوش باهوش و زیرک گفت: گیرم که من بروم و خورده شوم. فردا نوبت دیگری می شود. معلوم نیست که فردا قرعه به نام کی می افتد و طولی نمی کشد که همه ما خورده می شویم. باید چاره‌ای اندیشید و با شیر جنگید. دوستانش ترسان و لرزان و با تعجب گفتند: جنگ با شیر آخر چگونه می شود؟ خرگوش باهوش به فکر فرو رفت. همگی ساکت بودند
که خرگوش گفت ای یاران مرا مهلت دهید تا به مکرم از بلا بیرون جهید تا امان یابد به مکرم جانتان ماند این میراث فرزندانتان. دوستانش با این سخن خرگوش به او خندیدند و مسخره اش کردند که خرگوش ضعیف و ترسو چگونه می‌خواهد با شیر ژیان بجنگد و آنها را نجات دهد. قوم گفتندش که ای خر گوش دار، خویش را اندازه خرگوش دار. هین چه لاف است این که از تو بهتران در نیاوردند اندر خاطران. القصه خرگوش با اعتماد به نفس گفت ای دوستان من نقشه ای دارم که شیر را نابود کنم و خوشبختی را به دشت زیبا برگردانم. دوستان با تعجب گفتند نقشه‌ات چیست ای خرگوش کوچک؟ خرگوش گفت من نزد شیر می روم. شما بعداً خواهید دید چگونه یک خرگوش کوچک بر شیری سترگ غلبه کرد. ساعتی تأخیر کرد اندر شدن. بعد از آن شد پیش شیر پنجه زن. زان سبب کاندر شدن او ماند دیر، خاک را می کند و می غرید شیر. القصه همراهان عزیز بشنوید از شیر ژیان که چون غذای آن روزش دیر شده بود خشمگین بود و می غرید. با خودش می گفت این جانوران ضعیف سر پیمان خودشان نمانده اند و به من نارو زده اند. اینک بر آنان حمله می آورم. گفت من گفتم که عهد آن خسان خام باشد، خام و سست و نارسان. خرگوش هم خرامان به سوی شیر می رفت تا هرچه دیرتر نزد شیر برسد. وقتی به نزدیکی شیر رسید شروع به دویدن کرد. شیر اندر آتش و در خشم و شور دید کان خرگوش می آید ز دور. می دود بی دهشت و گستاخ او، خشمگین و تند و تیز و ترش رو. خرگوش وقتی به شیر رسید با خشم شیر روبرو شد. شیر با عصبانیت غرید و گفت چون رسید او پیشتر نزدیک صف بانگ برزد شیر های ای ناخلف. من که پیلان را ز هم بدریدم، من که گوش شیر نر مالیدم، نیم خرگوشی که باشد که چنین امر ما را افکند او بر زمین. خرگوش که نفس نفس میزد تا خود را خسته نشان دهد گفت ای شیر بزرگ امان دهید که معذورم. گناه از من نیست که دیر به خدمت رسیدم. ما 2 خرگوش بودیم که برای ناهار شما آمدیم. من به وقت چاش در راه آمدم، با رفیق خود سوی شاه آمدم. با من از بهر تو خرگوشی دگر، جفت و همره کرده بودند آن نفر. شیری اندر راه قصد بنده کرد، قصد هر 2 همره آینده کرد. گفتمش ما بنده شاهنشهیم، خواجه تاشان که آن درگهیم. گفت شاهنشه که باشد شرم دار، پیش من تو یاد هر ناکس میار. هم تو را و هم شهت را بردرم، گر تو با یارت بگردید از درم. گفتمش بگذار تا بار دگر، روی شه بینم برم از تو خبر. گفت همره را گرونه پیش من، ورنه قربانی تو اندر کیش من. لابه کردیمش بسی سودی نکرد، یار من بستد مرا بگذاشت فرد. القصه شیر با خشم و غضب به خرگوش نگاه کرد و گفت شیر؟ کدام شیر؟ از چه حرف میزنی؟ خرگوش گفت آری ای سلطان باشکت. او جلوی ما را گرفت و گفت که میخواهد ما را بخورد. هر چقدر التماس کردیم و توضیح دادیم که ما ناهار شاهنشاه هستیم قبول نکرد. شیر خشمگین شد و گفت بر سر دوستت چه آمد؟ خرگوش گفت او دوست مرا نزد خود گروگان گرفت. شیر به فکر فرو رفت و زیر لب گفت که این طور. خرگوش گفت آری جناب شیر، آن شیر بدجنس شما را به مبارزه دعوت کرده است و به گمان من او خیلی قوی است و شما نمی توانید او را شکست دهید. بهتر است نروید و هرچه زودتر بگریزید و جان خود را نجات دهید. شیر ژیان خشمگین بود، خشمگین تر شد و بر سر خرگوش بیچاره فریاد زد
زبانت را گاز بگیر ابله، هیچ شیری نمیتواند مرا شکست دهد. زود مرا پیش آن احمق ببر تا ببینی چگونه او را شکست میدهم. تا سزای او و صد چون او دهم، ور دروغ است این سزای تو دهم. خرگوش امر شیر را اطاعت کرد و پیشا پیش شیر به راه افتاد. اندر آمد چون قلاووزی به پیش، تا برد او را به سوی دام خویش. سوی چاهی کو نشانش کرده بود، چاه مغ را دام جانش کرده بود. آری خرگوش باهوش قصه ما شیر درنده را فریب داد و به سوی دام برد. شیر هم با غروری که داشت چشم عقلش کور شد و دلیل و منطق از او دور شد. قضا و قدر الهی این چنین پیش آمده بود که شیر قوی پنجه در دام خرگوش گرفتار شود. چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست. خرگوش زیرک از پیش و شیر درنده از پس رفتند تا اینکه بر سر چاهی رسیدند. گفت آن شیر اندر این چه ساکن است، اندر این قلعه ز آفت آمن است. خرگوش این را گفت و چند قدم عقب رفت. شیر پرسید ای خرگوش احمق، چرا عقب رفتی؟ نکند میترسی ای حقیر؟ گفت پیشا زخمم او را قاهر است، تو ببین کان شیر در چه حاضر است. گفت من سوزیدم زان آتشی، تو مگر اندر بر خویشم کشی. تا به پشت تو من ای کان کرم، چشم بگشایم به چه در بنگرم. خرگوش زیرک آرام آرام پیش رفت و گفت ای شیر ژیان، درون چاه را نگاه کن، شیر داخل چاه است و آن خرگوش هم در کنارش ایستاده دوست من است. چون که در چه بنگریدند اندر آب از شیر و او در تافتاب. شیر عکس خویش دید از آب تفت، شکل شیری در برش خرگوش زفت. چون که خصم خویش را در آب دید، مروه را بگذاشت و اندر چه جهید. در فتاد اندر چهی کوکنده بود، زان که ظلمش در سرش آینده بود. ای که تو از جاه ظلمی می کنی، وان که بهر خویش چاهی می کنی. گرد خود چون کرم پیله بر متن، بهر خود چه می کنی اندازه کن. القصه همراهان عزیز، کبر و خودخواهی شیر باعث شد فریب خرگوش را بخورد و با ظلمی که بر حیوانات ضعیف کرده بود برای خود چاهی کنده بود که خودش در آن افتاد و خود را دشمن خویش بپندارد و به جنگ خویش برود. آری این چنین شیر ظالم در چاه افتاد و کشته شد و حیوانات خوشحال و خرم به زندگی خود ادامه دادند و آرامش دوباره به بیشه برگشت. اگر تا اینجا اومدید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و به جمع دوستان ما بپیوندید. سلام دوستان عزیزم، امروز هم با یک داستان زیبا در خدمتتون هستم. امیدوارم که این داستان رو دوست داشته باشید و با سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. ماجرای امروز ماجرای نحوی و کشتیبانه. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان. روزی بود و روزگاری بود، در زمانی خیلی پیش از این، کشتیبانی کار کشته و در کار خود ماهر و با تجربه سالهای سال بر روی امواج خروشان دریا کشتی رانده بود و مسافرانی را از این سوی آبها به آن سوی آبها رسانده بود و از آن سوی آبها به این سوی آبها. در این سالها با آدمهای جور و جور و گوناگونی همسفر شده بود. سیاه و سفید و زرد، از عرب و از عجم و از هر نژادی. از فقیر و از غنی یادی داشت در خاطر، سینه‌اش پر بود از خاطرات دریا. روزی از روزها مسافری بر کشتیش وارد شد که با همه کسانی که کشتیبان تا آن زمان دیده بود فرق داشت. آن مسافر مردی بود شکم برآمده، چاق و فربه، گردنی ستبر داشت و با کبر و غرور گام بر می داشت. موی سر و صورتش بلند بود،
ولی شانه کرده و آراسته. دستانی چاق و سفید و نرم داشت. دستهای انسان کار نکرده. لباسی فاخر و گرانبها بر تن داشت و کبر و غروری بسیار در سخن داشت. کتابی قطور و بزرگ زیر بغلش بود و با کبر و غرور راه می رفت. سر خود را بالا می گرفت که یعنی دیگران همه از زیر دستان منند. گویی که انتظار داشت همه در برابرش به سجده درآیند و زبان به مهد و ثنای او بگشایند. آن مسافر وقتی به کشتیبان رسید رو به او کرد و با غروری خاص گفت: هیچت نفع خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد در فنا. دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب، لیک آن دم کرد خاموش از جواب. القصه دوستان عزیز، کشتیبان دل شکسته به گوشه‌ای خزید. آن دم بود که دریافت آن مسافر نحوی است و درس صرف و نحو خوانده و بدین سبب چنین برخیش می بالد و به هر کس که می رسد تنه‌ای می مالد تا جلب توجه کند. کشتی به قلب دریا رسیده بود که ناگاه آسمان ابری شد. آسمان چنان تیره و تار شد که گویی جهان به سرانجام کار رسیده است و قیامت نزدیک. کم کم باد نیز وزیدن گرفت و موج آب را چنان سیلی محکم بر کشتی و مسافران می نواخت. باد کشتی را به گردابی فکند. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند: هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی ای خوش جواب خوب رو. کشتیبان که فرصت را مناسب یافته بود برای پاسخ به زخم زبانی که پیشتر نحوی بر او زده بود با صدایی بلند که در طوفان شنیده شود گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آب ران. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. ای که خلقان را تو خر می خوانده ای، این زمان چون خر به این یخ مانده ای. گر تو علام زمانی در جهان، نک فنای این جهان بین وین زمان. باقی داستان کشتیبان و نحوی را می توان حدس زد که چه خواهد شد و چه پیش آمد.